خانم سلما شما تذکره‌تان نگرفتیم؟ گرفتم اما بسیار میترسم اینجا. اگه او ما را نخواهد چی؟ اما بسیار ترسونجا میرم. اگه شرکتی صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. بگویه که برو چی؟ در اون صورت ما بخواد یک چاره پیدا میکنیم. اما دو دختر در استانبول تک و تنها چی کنیم؟ امروز داخل مسیر شدیم که برگشت نداره. در ضمن اگر دستم دیگر بگیریم هیچ جایی بند نمیمونیم. آی انشالله اینجا. دست به دست هم میدادیم. اما تو هر چیزی که داشتم از دستم گرفتی. من تو را خواهر میگفتم اما تو این کارا در حقم کردی. مانع بچم نمیشم. حالا باید با او حساب بدم. حساب را که من نتونستم بدم شما دانه دانه میدید. پیدایتان میکنم. حساب تمام کارایتان میگیرم. ببینم وقتی که همراه او روبرو شدین چی میکنین. ببینم که او روزای خوب ما چطور از پیش چشمایتان تیر خود شد.
خواهر؟ برات یگان چیز آوردیم دخترم، گرم گرم بخور. آی زنده باشی مریم خواهر. در خانه یک نان خشکم نداشتیم، سبا امتحانم دارم. بیا پیش از اینکه سرد شود نوش جانش کن. ها بسیار مزه‌دار شده. بشین پیش از اینکه سرد شود بخور. با زحمت شدی. آی بسیار با زحمت شدی. آی زحمت چی، نوش جانه. ما برام که کالایت بگیرم. نه شما بانین، اونا را خودم حل میکنم. تو نان طبخ و حله. سحر جان خواهر خود ببین قسم نمیشه. ببین دی سردی دی این جستی اوان باشه کمه گشنه تا چی وقت قسم باید باشه. آی شکمم بسیار کلان شده، کار کردن نمیتونم. اگر به یک شکل کار میکردم و پول به دست میآوردم، مادرم بیچاره اگان چیزا روان خوسایز به یک چند وقت خواهی کاره کردی، بعدش چی میکنی سحر جان؟ تو چطور میخوایی که وکیل شدی؟ ببین سحر برات چی میگم یک بار به مادرت زنگ بزن، تو را خود نمیتونن با این طفل بیرون بندازن. من حلش میکنم خواهر جان، قدم به قدم کل چیز حل خواهد شد. صبر داشته باش، هنوز 2 ماه دیگه وقت دارم. حالا درس مهم است. وقت امروی استادم گپ زدم، گفتن در آخر سال امروی مراحت میکنیم، بعدشان میرم در یک آنجای پاککاری میکنم. بیازد طفل مام خورد میباشه، در یک گوشه آرام خوابش میتونم. بله باز بعدش نمیفهمم که چی خواهد شد. واقعا مغزم هیچ کار نمید. من باید در پالی درس یگان کاربارم داشته باشم. ای قسم نمیشه دخترم. اگر طفل تولد شود چه قسم کار میکنی؟ باز میگی که وظیفه هم میرم. یک دانیم تو دی دنیا هیچ چیزی را نمیفهم. هنوز خود یک خوشه دختر هستی. در ذهن من یک چاره میایه، اما والا ای در دی باره چی میگه نمیفهمم. چه قسم ریحان؟ تو الان نان طبخ زود باش دخترم، زیاد گپ نزن و کالایت میگیرم. میگم که تو را چی به طفل به دنیا آوردن؟ حالا نان طبخ تو به آملگیره میخوای با گوشنگی سپری کنه. صبح بخیر پدر. پدر میشه گپ بزنیم؟ ما کم کار دارم. اتاق گرم بود، در چی کردم چشمایا باز کردن نتونستم. در ضمن امروی تو درباره چی گپ بزنم؟ ما گفتم که در زندگیت باید کدام جای بند نمانی و یک تصمیم به خاطر آینده داشته باشی، اما تو کاملا یک زندگی دیگه انتخاب کردی. بچم سعیس قسمم سعیس، تو آدم بسیار عاقل هستی، امروی تو هیچ وقت نباید گپ بزنم. پدر استغفرالله. پدر ما نمیخوایم امروی ما موافق باشین. این موضوعی که شیرین حق و ناق گفت نه راست میگه. ما آدم عاقل هستم و جدی هستم، اخلاق دارم، خوب میفهمم. آخر موضوع آدم به عشق تو تبدیل میشه دیوانه. میتونی برام بگویی یک دفعه که کارش امروی تو تمام شد باز لایت میکنه در سرک میمونی؟ آی چرا هیچ وقت نمیخواین گپ مرا گوش کنین؟ من یک دلیل به خاطرش دارم. شاید میفهمه که تو یک آدم هستی و ساده هستی، از سادگیت استفاده میکنه. یعنی که تو را میشناسه، وقتی که تو پیشرفت کردی باز فکر میکنی که آدم تو را اجازه میده. معلوم نیست کی به خاطر چی امروی تو کاری میکنه، یا کدام پلان داره احمق فکرت کرده. تو امیر انتخاب کردی، همین موقعیت برات مناسب است. بگو با چه لودا بگو. مصطفی پدر چی مصطفی؟ ما امروی او دختر هیچ ارتباط ندارم. درباره من خودت چرا قسم یک چیز فکر میکنی؟ هیچ کس نباید گپ مرا زیر پای کنه. این که درباره یکی دون فکر کردیم با اینجا رسیدیم. گپ ما فهمیدن؟ رنگ تکم کن. مصطفی چی مصطفی چی؟ پدر جان چی میشه؟ لطفاً آرام باشین، تشویش نکنین. کمال بیاز و آمادگی امتحان میگیره، اما تو نیست کمال. بان تو میخوای یک طفل بازی بتی؟ تو مرا کدام طفل فکر کردی؟ باید آدم شو آدم ور رفتار کنه. حق نباید رفتار کنه. این لودا امتحان میده چی میشه؟ هیچ کس نباید سر گپ ما گپ بزنه. هر بده که میکنن بکنه. بان سعیس هر چی که میگه سعیس. یک ماستم که گپایم ناقص. من در این خانه اگه به سرطانم دوا پیدا کنم شما مرا آدم حساب نمیکنین. با سرطان دوا پیدا نکو. اول با خود یک چاره پیدا کن دیوانه.
زفر بیدار شده گه. آی قیامت شده نمیشنوی زفر؟ در خانی خواهرت قوقا برپا شده. زفر چی شده ها؟ آی برو یک بار ببین در خانی پهلو حتما کدام گپ شده. خودم خبر دارم، وقتی بیدار شدم باز برات میگم. آی خدای من. آی قربانه چم مادر جان گریه نکو خواهش میکنم. توبه کنیم خدایا. دیگه از دستتان خسته شدیم. شما مرا بیخی پیر ساختین به خدا جان مرا بگیره که راحت شام دیگه روی هیچ کدامتان نبینم. فهمیده؟ با این کارایتان قلب من درد داده. ببینین چشم سبز ما چه چیزایی را که نشنید به خاطر اون لوده بیعقل. خدایا تو برم صبر بده. حالا چی کنم؟ آی بسیار میبخشی مادر جان، اما گزگونه چشم سبز کلی چیز خراب کرد. تو گناهی بسیار کلان است. تو به بیادرت خیانت کردی. لازم نبود که اینا را شنیده رفته کلش دانه دانه به پدرم میگفتی. پدرم چقدر به کمال توهین کرد. تو فکر میکنی که آشتی خواب کردن؟ نه خیر. خواهر معذرت میخوایم. بسیار بدستی. مخوی کاره. بیعقل. یک روز از دست اینا سکته خود کردم. توبه کنیم خدایا. بسم الله. وای عقلم از دست دادیم. وای در گل صبح قدر چت گفتم ای پولام گم است. نه ای را باید در اینجا بندازم. پیش از کار باید پول انداخته شود. ببینم که بعد از این کی هوا پر میکنه. ما پر میکنم پدر. تشویش نکن. نمیمونم تو زحمت بکشی. هر قدر کارم که داشته باشم هر صبح میایم و دبه ها رو پر میکنم. زحمت نکش. خودم میخرم. تو از کارت نباید پزبانی باشیم. دلی رمیشه. یادت از بار اول که بوتلا را آب پر میکردی چقدر پول میشد؟ ما خواهی آدم از خدا کنه که یادت تو باشه.
کاکا مصطفی؟ مادر کاکا مصطفی میمونه. مادر کاکا مصطفی نفس کشته نمیتونه. یازنه جان آمدم. مصطفی یازنه جان چی شده؟ خوب هستی ها؟ آخر بیچاره را سکته دادین، دلش بد کردین از خاطر شما. مرا داخل ببرین، زود شوین داخل چی ببرین. سیل داری؟ او بیار زود باش برو. چی شده؟ چرا قدر سر صدا میکنین؟ نمیبینین کالتش چه قسمه؟ آی بیچاره را دفتن. آها، خوب میشی. باز یک کشور دیدم خانم. خوب میشی. زود پدرتان داخل ببرین. الان زود باشین. درست است. بخیر زود بخیر باشین. جان. آیسته آیسته. آرام متوجه باش. حالا زود باشین. حالا بیا که داخل بریم. بیا. حالا بچین تو هم داخل برو حالا. درست است. آی خدا. آی درست است. خدا برم صبر. خدایا برم صبر بده. بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خطره. بسیار میبخشید. فکرم نبود. ببخشید. خدایا کمکم کن. ما دیوانه میشم. آی پدر جانم. آی چرا قسم شدی؟ باشه یک دقیقه ایره ددانت بانو. دخترم چی میکنی؟ بطی با ما بطی. آی پدر جان تو تو داری. خب ایتوری تا بستنج دا پیش گوشم باری قسم نمیشه. بالاخره ای بیچاره را دیوانه میسازین. بالاخره دیوانه میشه. حالا دیگه تلفنت جواب بده حالا. برین یگان دوا برش بیارین. حالا زود باشین. آی توبه. آی پدر جانم. بیبی که چند شده؟ مقبولم. چند درجه شده؟ بیبی یک بار چند درجه شده دخترم؟ 40 درجه. آی وای وای وای. آی درست است پدر جان. مهم درست نیست است. پدر جان. قضیه آرام باش پدر جان. وای تشویش نکن. وای. ای خدایا تو خودت برم صبر بده. نمیفهمم چی میکنم. آی مراد بدر قسمی که توافق کرده بودیم. اگه میخوایی میتونی حساب کنی. نه ضرورت نیست. درست است. من رفتم دیگه. خدا درست است بیادر برو بخیر. پس آن حال عجله دارم. برو یک کمکی کار دارم. مور خلاص کرده باز گپ میزنیم. صحیح. درست. خداحافظ. خسته نباشی. زنده باشی. حالا زود باشین دیگه. زود شوین گم شو.
آی زود باش جانم. درست است خواهر جان، آرام باش. خواهر جان خواهش میکنم. گپ نزن دیگه دختر. خواهر لطفاً آرام باش. گپ من نزن، نبرم نمیخوایم اونجا برم. چپ دیگه چرا گفتم چپ گپ باش. من نمیفهمی؟ چرا درکم نمیکنی؟ مرا باز چپ اونجا باش. نبر. خواهر وعده میتم دیگه او کارا رو نمیکنم. حتما کدام مشکلی داره. مصطفی کوزگون. اینجا خو هزاردانه مصطفی است. حالا چی کنم؟ مصطفی حالا یک کمی آرام باش دیگه جانم. رفتم دیدم تو کمی خیالاتی شدی، هیچ چیز نبود. ببین طبعت 40 درجه شده. حالا کمی آرام باش. میفهمی که امروز ما چی رو دیدم؟ میفهمی که چی رو دیدم؟ آی آرام باش جانم، آرام باش. گلونم درد میکنه. اوی فکر میکنم که نفسم ممنوعه. آی درست است جانم، تشویش نکن. حالا برای چای لیمو دار جور میکنم. در پشت رستورانتام اطلاعیه ماندیم که استاد مریض است. امروز قرار استراحت کو. درست است جانم، آرام باش. گوش کو. دختر با کار خود رفت؟ رفت جانم رفت. خواهرشم او را سر کار برد. نمیفهم که کمال چی میشه. من یک کاری میکنم. درست است. حال تو باید خوب شوی. حالا اولین کارتی است که خوب شوی. درست است. درست است جان. استاد جان تو کجا هستی؟ در رستورانتام نوشته کردن که استاد مریض است. چه شدید؟ بچه مردم داخل اتاق یک کسی هم تو یک دمی میشه. اگه میخوای بیاد بغلم با خدا مرا دیوانه میسازی. حالا برو بچه جان. چی گپ شده خواهر؟ کمی تاو داره. حالا دیگه بیرون برو. حالا جانم حالا. آی میلاکو. آی راستش خواهر سوجو یک عالم ما آورده. من برش گفتم که یک اشتباه شده، پولش برش دادم، گفتم برو، اما هیچ بگم نفهمید. ما تمامتون از بین میبرم. برو دیگه چی؟ پایین حالا زود باش. تمام بوتلا رو او پر کو. تمامش او پر کو. فهمیده شدی یا نه؟ تمامشون او پر کنی. درست جان. درست. استاد جان تو خو از اسراف هیچ خوشت نمیآید. حتی کولر هم حیف نمیکنی. آخر چه شده استاد؟ چه قسم تب کرده؟ قسم شده. حالا بیرون برو زود باش. مرا بیشتر از عصبانی نکو. تو هم چای دم کو، لیمو هم درست است خواهر. یک آهنگ برات بخونم استاد. کدام روز دیگه بخوان. حالا برو بچیم. حالا تو هم رخصت هستی. برو با یگان کاربارت برس. برو دیگه زود باش. من میگم نفس کشیدن نمیتونم. میخوای باز با من آهنگ بخونه. اوف. درست جانم. یک دقیقه صبر کو. با شیره دا سرت بالا. صبر کو. آیو آدمم چقدر گپ زد به خدا. بچه لاده. درست است. بانکه ایران بانم جانم. بسیار سرد از خنک میخوام. درست است میمانم جانم. عزیز دل باید متوجه خود باشی. قسم خو نمیشه مصطفی جان. کمی متوجه خود باش. شورای قسم هستی. درست است بانک ما بندازم. مصطفی
صبر کوی قسم خو نمیشه جانم. صبر کن. خدایا کمکم کن. وای باز تو هستی؟ راستش یگان چیز شد باز رفتم. من نمیتونم برات بگویم اما یک دلیل منطقی بود. وقتی که تو براک اوزره دیدی فرار کردی. همین که او تو را دید عاجل فرار کردی. همین قسم نیست؟ راست میگی. وقتی از پشتم میدوید ما هم فرار کردم. حتما متوجه شدی. یعنی آدم هوشیار هستی. چی شد؟ نه که ازش قرضدار بودی؟ بله قرضدار بودم، پولش دادم و رفت. با 2 نفر مهم روبرو شدی. یکیشون مدیر عمومی بود و زن بیچاره لنزش هم گم شد. یعنی از مدیر بخش ما بود. زیاد اعصابش خراب بود. خواهرم رفت که ازشان معذرت بخوایم. بگویم که برات قهوه بیارن بخوری که آرام شوی. نه نمیخوایم چون بدتر میشم. اوه تو چی کار میکنی ها؟ ما مدیر تهیه و تدوین هستم. در باره معلومات خودداری نه؟ یعنی دوستانای سریال جور میکنی؟ تقریبا در ساخت سریال ها کمک میکنم. باز بیا کار مرا ببین. انشالله باز خواد دیدی. خوش آمدین آقا. خوش باشین. چند ساعت میشه یادمی جششته. براک اوزر بفرمایین. خیرت باشه. در اینجا کدام کار دارین؟ ها بله اما تو یک چیز فکر کن. من محمد وکیل سرملی هستم. خوش شدم. داخلین منزلی ساختمان دفترم است. اگه به چیز ضرورت داشتین من میتونم براتون کمک کنم. نه بیادر زنده باشی. همه قسم راحت هستم اینجا را سیل میکنم. بالا مسئلتون افتخار میکنم. شما حتی در خارج از کشورم برنده جایزه شده بودید. بسیار تشکر. ای بیلبورد از دفتر ما دیده میشه به طور اتومات تغییر کرده میره. بیا زود اولین فرصت میریم. برای تبریک میگم. بسیار تشکر. براتون قهوه روان کنم. تشکر لطف میکنه. خب خواهرم یک کمی دیگر رقم است. وکیل است. یعنی کارهای وکالت شما را مو انجام میته. منظور دی است که تو هم یک واسطه داری؟ نه منظوری می است که من بسیار خوب درس خواندم. خود کجا درس خواندی؟ در مکتب شخصی. در منطقه ما یک مکتب هنراست. باز اونجا امتحان سینماگرا گرفته میشه چون من بسیار سریال و فیلم خوش دارم. امتحان مرام در اونجا گرفتن. در اونجا درس خواندم و موفق شدم. یعنی از اونجا فارغ شدی. بازیگرای مورد علاقه سلفیلر، ملفیلر و اینا به خاطر انتخاب وظیفه یک انگیزه بسیار خوب است. دومین بارت است. چرا درباره سریالا ریشخندی میکنی؟ وقتی که خوش نداری چرا اینجا کار میکنی؟ را بگو. خیلی چی کنم در رستوران‌های بیرون کار کنم؟ پدرم رستوران داره. یعنی میخوای برام پیشنهاد کار بدی؟ نه به نظرت میخوایم به تو پیشنهاد کاری بدم؟ یعنی تو واقعا میخوایی سری وظیفه رشخند بزنی؟ اما تو ما سر هیچ کس و سر هیچ وظیفه رشخند نمیزنم. فقط سر خود رشخند میزنم. بسیار خنده دار بود. گرچه هیچ کدام ما نفهمیدیم خواهرت چرا از براک فرار میکنه. علاقمندش است. علاقمند براک اوزر است. بدون اجازه عکس گرفته. باز با هم سرش زیاد قاش شده. یعنی فکر میکنم که او آدم یک آدم سرشناس است چون داخل فیلم خود جایزم گرفت. فیلمش زیاد خوبیش است. حتما ببینی. درست است میبینیم.
ها او آکان امرا چی شد؟ ما پیشنهاد شما را به مدیر برنامه‌اش گفته بودم. قرار بود امروز گپ بزنه. رئیس از این قسم کارا هیچ خوشش نمیه. باز هر چیزی که دستش بیایه در فرق ما میزنه. خیلی مهم برش یادآوری میکنم که قضیهش چند سال دگام طول بتر. اما قسم راحت تصمیم بگیره. آی سحر بیا که کارا را خلاص کنیم. شماریش دارم 2 روز بود برام زنگ میزنم میگم میکشم بتون از گپا. یک آدم عجیب است. سریالتون خراب نکن. باندگه جانم چی خواد کرد بیا از او یک نقش فرعی داره. برش کمی پول بتیم دانش بسته میشه. میخوایم که بسیار موفق باشه. به خاطر چی باید بکنم؟ فقط کارت درست انجام بدی همین کافی است. شاید اوایل برات سخت باشه. مثلا یک جراح با تیغ دستش وقتی که به مغز نزدیک میشه باز میترسه، چون کارش یک مسئولیت کلان است. کار ما همه قسم یک چیز است. زیاده روی کردی. باور کو زیاده روی کردی. جراح دیگه چی است؟ یعنی بالاخره درست است دختر عشق سریال، چون وقتی که تو سریال میبینی نمیفهمی که آخر داستانش چی شد. به خاطر همین بیهوش میشی. یک گپ عادی است. وقتی یک قسمت خوب سریال برات دلچسب میشه باز بعدن تو چند قطره اشک میریزی و به خاطر سریال گریان میکنی. ببین سرم رش خندی میکنی. میگم چرا کاری را که خوش نداری انجام میدی؟ زود شویی را برام بگو. به خاطر که بتونم خرجم بکشم. کرایه خونه، بیل گاز، بیل برق، کلش میتونم. البته اگه اوقات نباشه، چون معمولا اوقات میباشه. نه سلام جانم. بیا تو را به مدیر سریال خانم سوگی معرفی میکنه. باید ازش مصرف. های من برای چی بگویم؟ ها یعنی چی بگویم جانم؟ تو بعد از دیدن کارگردان مورد علاقه بیهوش شده بودی، نه یادت نیست؟ بدون اجازهش عکس گرفته بودی. باز او آدمام قار شده یادت نیست؟ خب حالا باید بری و از او آدم معذرت بخوایی. فهمیدی جانم؟ ها جانم هیچ گپی نیست. بیا برو معذرت بخوای کل موضوع حل میشه. ولی سلام. سلام. چقدر دوستای خوب داری جانم. ها؟ برو، این آخرین راهت است. برو زندگی نوت شروع کن. خواهر اینقدر کلان شدی که کمالت در درد سر بندازی. یعنی میتونی که گلبت عذاب بکشی، نمیتونی که هم خائن باشی و هم معصوم. فهمیدی؟ گفتم که نمیتونی هم خائن باشی هم معصوم. سعاد یک کمی آویشن ببر. درست است استاد. مثل یک آرایشگر نبر. فهمیدی؟ اینه خلاص شد. آفرین. بگیرم روان کو سعی که یادت نره. فهمیدی؟ درست است. با من یک قهوه جور کو، کم خسته شدم. درست است استاد. یالا جور میکنم. بله که خیریت باشه. صدایت یک قسمک است. نه که مریض استی؟ نه، راستش زکام شدیم. چند دقیقه استراحت میکنم باز میایم. شفا باشه. زود بیا. برات خبرهای بسیار خوش دارم. حقیقت بالاخره آشکار شد. گفته بودم نه که میخوایم شریکت شوم. بسیار قوقا با پا کرد. کت پدرم سر صدا کردم اما بالاخره قبول کرد. میفهمی امروز بسیار خوش هستم. غذاهام عالی آماده شده. تو بیا بیبی. چاشت قدر نفر آمد و رفت که نگو. به اولین بار خواستم کمی استراحت کنم. خوش آمدین. راستی بانو، ما یک تصمیم گرفتیم. میگم که یک خانه کرایه کنم، چرا که پدرم دیگه مرده و خانه نمیمانه. اگه یک کم پول بگیرم خفه خونه میشینی؟ میخوایم دمی نزدیکای خانه بگیرم. البته کمال جان، چرا نه؟ هر قدر پول که میخوایی بگی. تو هم یگان دکتر مکتر برو که وضعت زیادتر خراب نشه. گفته باشم آشپزخانه مریض نمیخوایم. درست است. میرم. درست است. خیلی خداحافظت فعلا. به نظرم این دختر گریان میکرد. استاد زنده باشی رفیق. نوش جان.
به خانواده‌شم گفته. آه پدر، آه چقدر پست هستی. کمال به خاطر شراکت و قدر پول از کجا پیدا کنه؟ تمام اینا فروشی است. قسمی که میبینین در منزل پایین رستوران است و 4 طرفش خانه های رهایشی است. یک خانه کلان است و یک حویلی بسیار کلان هم داره. زیر بنایش و 500 متر مربع میرسه. اگر بخواین میتونین جدایش کنین. این خانه پولیش هم از همون نفر از کلش فروشی است. یعنی کرایه دارش مبراین؟ البته که مبراین، دیگه چاره نداره. آقای محترم میبخشین یک دقیقه. ما در خانه مریض دارم. اجازه نمیتونم که کسی داخل خانه شود. دیگه ای که دخترم وکیل است. کسی نمیتونه پیش از 10 سال مرا از خانه بیرون کنه. گفته باشم. خانم محترم بسیار بد است. باز خود دیدیم آقای محترم که بد است یا نه؟ ما زیر رستوران یک لقمه نان پیدا میکنیم. میفهمین چند سال است که ما در اینجا زندگی میکنیم یا نه؟ با گپ شما خو نمیشه که میگن اینجا جای رهایشی است. یعنی چی جانم؟ براتون گفته باشم خداوند نمیبخشیتان. ازم کده نمیتونین پشیمان میشین. حالا دیگه بخیر برید. توبه کردیم خدایا. من نمیتونم که عزیزان جور بیایم. اگه کدام جای دیگه دیدی برام نشون بده. خب بیرون کردن از اینا که مشکل نیست. خب حالا من کمی وقت ندارم. باز پسانایی کار خود. ما میفهمم با اینا چی کنم خیر باشه. خودتون میفهمین. بفرمایید. راستش من هفته آینده میایم. شما تکتا را به روز دوشنبه بگیرید. چی بفهمم؟ با 3-4 روز یک موتر کرایه میگیرم و چکر میزنم. یک چندان عکس هم خوش کردیم. از اون منطقه زیاد خوشم آمده. یک دفعه دگام اونجا میرم. خب درست است. باز برات زنگ میزنم. تو در اینجا چی میکنی؟ همه تو شیشته بودم. بعد از این دفترم همینجا سحر. از صبح میم تا وقت رخصتی همینجا می باشم. میزم برم میارم. بدون میز بسیار سخت است. چرا این کارا را میکنی؟ بیا بشین. نه چوکی داریم. استاد نباش. بشین بیا. حالا دیگه بیا. میبخشین خانم اینا منتظر شما بودن. کم بود پلیس سرش خبر کنم. ضرور نیست. اینا بیازو آل میرن. بشین. نه تو چیزی میخوری؟ تشکر. نمیخورم. شب بخیر. رسیدی؟ رسیدم. رئیست یک آدم مهربان است. برام قهوه روان کرد. بشنو چی میگم. معلوم دار است از خود ما براش چیز نگفتیم. فکر میکنم من یک معلم هستم که از راه میگذرم و امی قسم یک چیز. براک بیبی من دیگه هیچ گپه بگفتن ندارم. سحر ما چندین بار برات گفتم که من دیگه کار نمیکنم. فقط برام بگو از چی خاطر مرا ترک کردی و رفتی. صبح ساعت 6 آمدم و اینجا منتظر تو بودم. تا جوابش نگیرم و برام نگویی همینجا میشینم و یکی و خلاص. برات خود گفتم چیز را به یاد ندارم. این جواب درست نیست. بیبی واقعا سرمت دیر شدم میرم. اگه تو میخوای اینجا بشینی من غرض نیست. ما همینجا خوب هستم میشینم. بیشترین چیزی که خوشم میآید دیدن است. اما تو نیست. بسیار ببخشی جواب سوال من نیست. درست است. پس من رفتم. وقت پس آمدی گپای ما را ادامه بتیم. ما
بعد از برآمدن به یک جلسه میرم. از رای گراج. از ایران نمیم. دموتر دفتر میرم. اگه هم دیگر ندیدیم خداحافظ. صبح بخیر. صبح بخیر سحر خانم. آقا محمد منتظر شماستن. درست است. بسیار تشکر. از دست ما با آسانی نجات پیدا نمی‌کنی محمد. تو را تباه میکنم. هیچ وقت از من خلاصی نداری. هر کاری که میتونی دستت خلاص. ما اینجا دست زیر لاشن نشیشتیم. بیا سحر بیا. شما خوب هستین؟ لیلا هست دیگه. میخوایم از هم دیگه جدا شویم. جیگرخون شدم. جیگرخون نباش. سال است که با هم کنار نمیاییم. برات یک وظیفه جدید میتونم. میفهمی که هفته خارج از کشور میرم. این مربوط تو میشه. ما هفته آینده 3 روز از شما رخصت میخواستم. بیرون از شهر میرم. یک موضوع مهم است. بازم میخوایی که جایای انتیک ببینید چطور؟ نه. این بار آدانا میرم. درست است. این پرونده را به خانم ایلکی به تکو رسیدگی کنه. ما چند دقیقه دیگه میرم. کار دارم. آکان امران آمده. یک جلسه بسیار مهم داریم. باید اونجا برم. یک جلسه مثل آشنایی است. میخواین که ببینم. درست است. شما با کارتون برسید. شب باید با رئیس نان بخوریم. اگه کارش نشه و به محکمه بره بسیار زیاد برای ما بد میشه. سحر بسیار جیگرخون میشه. امیدوارم قسم یک چیز نشه. خسته نباشین. فعلا خداحافظ. میتونم بفهمم؟ خب درست است. شما را بسیار خوب درک میکنم. همه قدر میتونم براتون بگم در دنیا کسی دیگه نیست که از او متنفر باشه. بسیار جالب است. به خاطر چی؟ به خاطر که شوهرش عاشق او دختر است. ای باورم نمیشه. لیلا وقت شما هستین مرد که با اورهان میبینه بسیار زیاد احمق است. به خاطر که شما بسیار زیاد مقبول هستین. انکار میکنه که شوهرم در اواخر کم تغییر کرده. در وقت کم پیشرفت کرد. محمدم میره درک نمیکنه. نمیفهمم چی کنم. های داول نفهمیدم کمی زیاد گپ میزنه. از صبح تا شب درباره او دختر گپ میزنه. باز من خیلی پیدا کردم. پشت بانم میگشتم که بیرونش کنم. او را پیدا کردن نتونستم. باور کو بسیار جنگ ما کلان شد که داخل خود ما بیرون از خانه دیدم. واقعا بسیار متاسف هستم. حالا جدا میشیم. پشیمانش میکنم. این کارش برش قیمت تمام میشه. به می خاطر به شما کمک میکنم. آدرسی سحر پیدا میکنم. باز براتون خبر میدم. به خاطر که استخبارات ما قوی است. واقعا که کارتان بسیار عالی است. ای که ما درباره دشمنای ما معلومات جمع کنیم معلوم داره است که کامیاب میشیم. خب زندگی شما چطور پیش میره؟ آقا سلیم آدم خوب است. من طرفدارشان هستم. قسم رفتار میکنه که مرا نمیبینه جانم. یعنی ما حتی نمیتونیم جدا شویم. براستی که ما یکی دیگه خدا نمیبینیم. آی واقعا بسیار میخوایم بفهمم که در اطراف ما کی زندگی خوب داره. هرچی فکر میکنم اما پیدا کردن نمیتونم. گوش کن. ها بیدار شدی جانم؟ های جانم ابان که میبینم. خدا را شکر که تبت پایین شده. خدا را شکر. میشه کم او برم بیتی. درست جانم. آی صبر کو. یک دقیقه صبر کو. حالا آیسته بلند شو. آرام جانم. آفرین. این قسم. آی درست است. خانم جان سحر چی کد کارش تو شد؟ آی سحرم نجات پیدا کرد جانم. تشویش نکو. فهمیدی؟
هیچ تشویش نکن. حالا تو هم خوش شو جانم، خوش شو تا خوب شوی. فهمیدی؟ اوه ای جان بال که خواهم ببر. درست است. درست است. اوه ما در کجا بودم؟ باش ببینم. شش. امی درست بود. امینجا بودم. آی اون آمد. سلام. خوش آمدین. خوش باشی. اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خواند، ترانه های خوشی عاشقانه خواهم خواند. آی بیا برم ضابطه هاکان جان لطفاً. بسیار تشکر. فکر خوبه کردین. با می خاطر شما خانم ها بلد هستین چه قسم کار کنین. عجیب است. فکر میکنم یا هنگامه بسیار مشهور شده. بله مشهور است. خوش آمدید. من سیفگی بیرنی شما هستم. مدیر هستین؟ درست است. بله شناختم. ما کان هستم. لطفاً گپ نگوین. کسی نیست که شما را نشناسه. این سازنده ماست که کتش معرفی شدیم. بسیار خوش شدم. من بسیار زیاد خوش شدم. شما هم حتما کارگردان هستین. ما وکیل هستم. سحر گوزگون. قبلا چندین بار با هم تلفنی گپ زدیم، اما شما البته معمولا خودتان گپ میزنید، دیگران نمیفهمن. اینجا بودم. ای که شنیدم شما آمدین، باز گفتم امرایتان آشنا شم. نکو مزاق. شما آمدین که من امرایتان آشنا شم. اگه مشکل پیش بیایم مرا به زندان معرفی خواد کردین ها؟ اما ترس. بسیار تشکر. اما فکر میکنم بسیار خوب مرا شناختین. کدام اشتباهی نکنید. درست است. درباره سناریو گپ میزنیم. من بسیار کوتاه میگم. داستان شما این قسم است که معذرت میخوایم. یک چیز را فراموش کردیم. باید به یاد بیارم. سحر کوزگون. همین قسم است؟ بله. نام پدرتان چی است؟ نام پدر من مصطفی. همین قسم است. واقعا؟ بله. چرا؟ شما پدر مرا میشناسین یا کدام گپ شده؟ نه من شما رو با کسی دیگه اشتباه گرفتم. سلام. مرا آقا مراد روان کرده. به خاطر سناریو آمدیم. به کی باید بتومش؟ بیا جانم بیا. به ما بتیش. آشنا نشدیم منوس. به احتمال زیاد تو در گروهی من خود بودی اما تنیس ها. سلام خوش شدم. از این به بعد دستیارتان خود بودم. نامم شیرین کوزگونه. ها عجیب است. هم کوزگون است. خواهرم است. این قسم است. با جز خودت کدام خواهر دگام داری؟ بله ما 3 نفر هستیم. یک بیادرم داره. خب عالی است. خوب بهتر از درباره سناریو گپ بزنیم. اگه خوشم آمد باز امرایتان خواد کار کردم. یعنی به عنوان یک بازیگر. اگه برام جالب تمام شوه ما از نقش خوشم بیایه آیا جان زده شوم باز درباره شرطایم گپ میزنم. سحر کوزگونم از صحنه بیرون خواهد شد. یعنی میشینیم چای میخوریم گپ میزنیم. چطور این محبت محکمام از میز جمع میشه. خانما من نیتم صاف و ساده است. امی قسم آرام و آسوده هستم. وکیلم نیست، مدیرم نیست، فقط ما هستم. حاضرم مرا قبول کنید. سناریو بسیار خوبش است. نقش شما کمی ساده است اما بسیار عالی است. خیلی قسم است. نقش ما ساده است. کم توضیح بتین. آل شیرین خسته نسازین. امروز روز اولش است. روز اول و روز آخرش. به نظر من آخرین روزش. سلام. چی گپاست؟ تو یک دفعه امی ورقایی که داخل نوشته کردیم ببین. من پیش بانو میرم. ببینم که یازان چی کرده. بیا دیگه نه؟ درست است. اول صبر خستگی خدا بگیرم. از کجا آمدی؟ این دیگه چی است؟ راستش بگویی رفتم دفتر سحرشان. یک چند دقیقه اونجا شیشتم. نتیجه؟ با خاطر شیشتن رفتم و همچنان نتیجه ای که باید ندارم. میگه باید ندارم. دوباره گفتم برش گفتم که فقط حقیقت بگو. نه بیادر میگه که باید ندارم. ما فهمیدم بیادر. فهمیدم که چرا برای چیز نگفته. خب چرا نگفته؟
چرا که میخواین رابطتان ادامه داشته باشه بیادر جان؟ چرا پیش او رفته و کل گپا برش نمیگه که این گپ خلاص شوه؟ او هم منتظر همین گپ است. حال فهمیدی؟ تو هم راست میگی. اورهان تو یک بار دیگه درست گفتی. بچم راست گفتی. بیادر چی میکنی؟ الایم کو بس است. بانک بغلت کنم چرا فرار میکنی؟ صبر کو برای چی میگم؟ تو با حال میایه. دختر بسیار بد قسم سر چک کرده. میفهمینه؟ قسم میخورم که به یک درد سر بسیار کلان میفتی. ما فعلا هم به یک درد سر بسیار بزرگ افتادیم بیادر. ما از این دختر عصبانی بودم نه؟ با ما یک پیام روان کده گم شده رفت و من میخواستم پیداش کنم ازش پرسان کنم که چرا مرا ترک کده رفت. چرا به خاطر چی مرا ترک کده رفت؟ خب درست است. تو پرسان کردی اما او جواب تو را نداد. فهمیدم. خب ادامش چی شد؟ بگو دیگه. نه ادامش چی شد؟ خب دیگه اورهان نمیفهمم. در قلبم یک قسم دلتنگی پیدا شد که چقدر دوستش دارم درک کردم. او زیباییش و او چشمایش که اوش مرا اثرم میبره. او چشمای مقبولش یعنی قسم بوده اما من نمیفهمیدم بیادر جان. نمیفهمیدم. خب یک دوران بود دیگه. حاله استاد شده میگه به یادم نیست. خانم کوچه پالو است. مطمئن هستی؟ بله خانم. گر جهان کوچه شود کوچه هزاران کوچه از پایت می آیم به تو کی می پایم. رسیدیم خانم. آدرس هم در جهان جاده شود جاده و باز دور و دراز از پایت می آیم به تو کی می پایم به تو کی می پایم. آی خوش آمدین. امروز اینجا را بسته کردیم. استاد ما کم مریض است. آی قسمت بسیار بد. فردا بیایین. درست است. این ساختمان از شما از ما فروشیم؟ نه از ما نیست. ما کرایه میشینیم اما مثل یک خانواده هستیم. کل ما اینجا یک جای زندگی میکنیم. او راستش صاحب خانه ما اینجا را مفروشه. درست است. این رستوران چطور چی باید شود دیگه بسته میشه؟ کی است که به فکر ما باشه؟ گرچند میگن که فروشش سخت است اما ببینیم این کسی که ایره میخره ما را استخدام میکنه نمیکنه چقدر پول خود داد. راست شورم یک آدم کارگر است شاید بتونه امرش کار کنه. ای که ایره مفروشن در روزنامه هم نشر شده بود. اینجا زیاد مشهوره. البته میفهمم. خب اگر میایین بعد از ظهر بیاین ما این وقتی بسته میکنیم. یعنی قبل از بسته کردن ما بیاین. مزی غذای ما رو یک بار بچشین. یک دوستم در این مورد گفت. سحر نامش است که وکیل است. او برام گفت در این مورد. بله او دختر استادم است. بله سحر بسیار شرایط خوبه داره. پس او هنوزم با خانواده‌اش زندگی میکنه. این خانه به هر کسی که بخواه بگیره میمانه. خوبا میشه. قسمت است دیگه. هرچی خیر باشه. آمین آمین. خداحافظ. روز بخیر. حرکت کن میریم. های ماشاءالله. تو این موترشو نبید. جهان به نور است بی تو آرامش دل از دور است. گر شود کوچه شود کوچه
من از پایت می آیم. هنوز اول کار است، باید سرش زیاد کار شوه. پس یک کار میکنیم. ما اگه بخوایم اون نقشه بازی کنم، یعنی از اون نقش خوشم آمد، نمیگم که خوشم نامده، اما باید کمی تمرینام کنیم. خانما شما هم کمی کوشش کنیم. ای قسم نمیشه دیگه. ای که بیرول بیرول در اصل بیرول نیست. فکر کنم حوصله خانم وکیل پس سر رسیدم تو نیست. خوب درست است، مگه پای خود خلاص میکنم دیگه. ایشه مدیر صاحبا گپ میزنن، اما تو نیست. یعنی از دوام منصرف میشین؟ فقط یک شرط دارم. اگر در موضوع پول به تفاهم برسیم و دیگه ای که باید سناریو را کار کنیم. امی گپ ما درست نیست؟ درست است. سحر، نام مادرت اینجا نیست، همونطور است؟ از کجا میفهمین؟ میبخشین، راستش من یک نیروی خاص دارم. در ترکی به او الهام میگن. از انرژی هایی که از انسان ها میگیرم بعضی چیزها را حس میکنم. از تو هم همونطور. بسیار تعجب آور است. بسیار تعجب آور است. نام مادر من اینجا است. نام مادر من اینجا راستی است. درست است. من اینجا خانم با ملاقات میاین. با بیلسین خانم ها ملاقات داره. همین قسمت. بله همین قسمت درست است. محکمه در این باره فکر کنم شاید یگان چیز به فکرم بیاید. خوب اگر نشه شما هستین سناریو را آماده کنید. لازم من سناریست هستم. ایره خو میفهمین. این موضوع را خوب میفهمین. اینقدر خوب میفهمین که سناریوی مرا دزدی کردین. دخترها بسیار شیرین هستین. باز میبینید. من تا دان دروازه امرایتان میایم. خدا به زحمت نسازین. من خودم رفتم میتونم. آقا حکان، از دیدنتان زیاد خوش شدم. منتظر خبرتان هستم. با امید دیدار. خوش شدم. با امید دیدار. این دنیا را براتان جهنم میسازم. خانواده کوزگو. ما تحمل کردن نمیتونیم. ایده که چی است؟ آی راست میگی. خدا با ما صبر بده. ایده که چه قسم دردسر است که ما گرفتار شدیم نمیفهمم. والا موضوعی رئیستان از دیگه. اگه دزدی باشه باید در بینتان پت باشه. یادم میخواد سناریو را نوشته کنم و هیچ کس صدایش نمیکشه. والا چی نمیفهمم. تبا شدیم دخترا. کارگردانا و سناریو نویسا تبدیل میشن. میرسا تو کاتینا گپ بزن. من مشکل خودم حل میکنم. سیوگی جان بخاطر یک تهیه کننده دیگه پیدا کن. من تحمل نمیتونم. ما از خود غرور دارم. یک موقف دارم. این قسم ادامه دادن نمیتونم. میبخشین. والا من خود نجات یافتم. مالا میشه که خودت هنوزم در مشکل بند استی. هیچ نپرس جانم. خب دیگه من میرم. اما قدر استرس برم بس از این آدم خود گفته که نقش خورد است. مره بیبی زیاد سرش فشار نیار یاد میگیره. مام در اول چیز را یاد نداشتم. زیاد دیوانگی کردم. باز میبینیم جانم. های نه نیاز به گشتن به خاطر خانه نیست. من از دور دیدم. بسیار خوشم آمد و در ضمن من به چیزای دیگه اهمیت میدم. آقا با صاحب خانه گپ زدین بگوین به خاطر نو شدن قرارداد خوب میتونن که همراهشان هماهنگ کنین. مشکل نیست. او هم زیاد خوشحال خواهد شد. در این وقت فروختن خانه بسیار سخت است. او هم حتما متوجه این موضوع میباشه. درست است. تشکر میکنم. من تشکر میکنم. منتظر خبرتان هستم. بفرمایین. تشکر بسیار زیاد. عزیزم. های مصطفی تو بیدار شدی؟
تاوت کم شده جانم؟ سرم درد میکنم و فکر میکنم تاوم کم شده. یک باش بار ببین. تاو نداری شکر. حالا تو برو بشین. برات نان و پنیر آماده میکنم. دخترام بیاین حتما میخورن. خوب بشین من میایم. چای آماده است. میدم خالیز غرغر میکنه. بشین. صبر من میایم. حال چی شد؟ گوش نشدیم. رفتم به آشپزخانه. آینه را دیدم دلم گرفته بود. اورهان آمد. با اورهان رسیدگی کردم. اورهان رفت. با عصبانیت رفتم دروازه حولی را که واز کردم. اسمت رو برویم آمد باز بسته کردم. باز دروازه را بسته کردم، باز واز کردم، باز بسته کردم. دیدم به خدا دیدم تب مب نیست، کلش به خاطر اسمت است و خلاص. بعد از او فرار کرد و رفت. ای چی میخواه؟ سرم از درد میکفه به خدا. باید منتظر باشم اورهان. اسمت بیعقل. ده اینجا چی میکنه؟ آی خواهر بانم اینجا باشه. اگه اینجا باشه چی میشه؟ پدرم ببینه قیامت برپا میشه. بان خواهر قسم نگو دیگه. آی بسیار خوشایند است. من خوش داره بیام. اوف زیاد گوش نشده. آی دختر چی وقت گوش نشدن است؟ 6:30 امروز سلات خوردیم. یک دختره دیدم گفت یک جای نان خوردن بریم. مام نخواستم گپش از زمین بانم. گفتم درست است ولی سیر نکردم خواهر جان. خو خیلی حقت است که گوش نبونی. این قسم نان خوردم میشه. یک چیز بگویم خواهر، ماجرای امروز بسیار کلان ساختی. چرا قسم کردی؟ چی غرض؟ چه باش. ما آمدیم. اوهو گلهای خانه آمدن. دخترا گوش نشده؟ معلوم دار است مادر جان گوش نشده. اوه پدر قند من. خوب هستم پدر جان خوب هستی پدر جان؟ خوب هستم زنده باشی. خوب هستم. آی پدر جانه کم مانده بود امروز از کار اخراج شد. قربان چاوم قسم یک چیز با من نگو. نو فکرم کم جمع شده بود. تو فکرم خراب نساز دخترم. من نمیفهمم که ایره به کدام دلیل با او کار بردم. هیچ نمیفهمم پدر جان مرا بیاب کرد. اوزن نان چی شد؟ با خدا میدم سراغ شد دیگه. چی منتظر باشم؟ حالا دیگه مادر آوردم صبر کن. قسم زود با مادرت نگو اگه نیک کلش خراب میکنه. آوردم جان. ای با ماس. با شما دیگه چیز تیار قبول میکنه ای دست پیش دخترت بخوری؟ ای بیچارا نان نخوردن. نمیفهمم چی میکنه. مادری چه قسم گپ است؟ بسیار مقبوله. مزه‌دار است. آی دیوانه چرا مثل آدم از دروازه نمیایی؟ کس کلکین میاد من کدام گپ است؟ شهرم باش. خو کردن؟ نه هنوز بیدار هستن. چطور میشه؟ آی پایت سر قالین نمان. او را از اونجا بکش. آرام باش. چرا چیغ میزنی؟ چشم پوتکان بازی بکنم. بله امی قسم قبول کن. یک چند وقت نمیخوایم پدرم ببینم. آی قسم یک چیزم امکان داره؟ بله امروز صبح آخرین بار دیدمش. آی چتیات نگو. قسم نمیشه. میشه دراز نکن. تا پدرم خو نکنه اینجا میباشم. امی کود اتاق خود بره باز ما میرم. ما ممکن است یک خانه نو بگیرم. این امکان نداره. نمیتونیم پدر ما را تنها بانیم و بریم. یعنی پدرم چی خواد کرد؟ مام زیاد گپاست که برات میگم چی میشه. گوشت از ناخون جدایی نداره. ما یک خانواده هستیم. سحر درست است تو میگی. تو میتونی هر کاری کنی. میتونی مرا عصبانیم کنی. من چی میکنم؟ محیط کش میکنم، دست تپچق میکنم، موضوع ختم میشه. اما پدرم است. مکت پدرم چی میتونم؟ دیدی و شنیدی سحر چی چیزایی که نگفت. تو میبودی و گپا رو تحمل میکردی. آی تو هم راست میگی. آی حق بچه نبستی بیادرک. خب چی کنم خواهر؟ تا آخر عمر قسم خونه میشه که من رفته در خانه پدرم زندگی کنم. خب بالاخره باید یک روز برم. بریم دبام. مام امروز روز بعد سپری کردم. بعضی گپا دارم که بریم. چی شده؟ کدام گپی است؟ بیا که بریم برات میگم. درست است بریم حالا سیس بریم. او دیگران بخوای. کلان شده اما هنوز مثل طفلا رویه میکنه. چرا قسم میکنه؟ هیچ کس نمیفهمه. آی باور میکنی امروز کارایی که کم بود که مرا دیوانه بسازه بیادر؟ چرا باور نکنم؟ بازم میخوای ممرای و آدم گپ بزنم. از این طرف میرم تو از اون طرف. درست است. آی دیوانی خدا. آیسا درست است. بیارش اینجا بانش.
ها ایره ما به شما آماده کردیم. این چایم بیار. یو ای چیه سحری؟ چند تا آوردین؟ گفتی که من خانه هستم. ای چی است؟ فقط که دی خانه تو هستی که نیمه نان میخوری. ما نمیتاریم یا شکم نداریم. دختر 3 تا آوردین ها؟ شیرین هم اینجا بوده. درست است، مادرم چیزی نمیگه. بدونی که بلرزی بنداز، بدونی که بلرزی. درست است. بخیز از اونجا بخیز. آفرین جای من است. ولی اونا حتی حوصله تکان خوردنم ندارن. اونجا نشی. در اونجا سر پای استاد میشی و منتظر امر من میباشی. فهمیدی؟ باید دما خدمت خواهر من از کجا میفهمیدم که شما به نفر مقابل دروغ گفته بودین و نقش اصلی است. چی کده؟ بکدیم خدایا، طرف خودش فراری است. در جایی که ما کار میکنیم کلگی دسته یکی کده که کار کنن. برای جنابالی نقش دادن. ای آدم برش گفته که نقش های من زیاد از برای من ای باد رنگاره نتین نه من فهمیدم ای کارایی که تو میکنی به خاطر بازی دادن او آدم از خواهر جان. آی راستش من از او آکان امران ترسیدم. دزم نام مادر ما میفهمی. چه قصه؟ نشی به خجالت باش. چی بفهمم غیب گویی میکنه چی میکنه؟ های تو چی گفته میری؟ اما تو حد زده. غیب گویی نکده. حتما از کسی شنیده، از او خاطر گفته. من خود چیزی نگفته. آی نه، از خانواده ما هیچ کس نمیشناسه. چندین سال بوده که در خارج بوده. های بانش یگان طوری در چشم مردم میزنه. تو چی کدی؟ بس پسان گپ میزنیم. شیرین برم چای بیار. چای لیمو دار باشه. حالا اگه بخواین قسم ادامه بدین من خود از اینجا مندازم. ای طرف تو چی میکنی؟ رو نشیسو بیا. خیلی بگوین دیگه. حالا درست است دیگه، چیز خون نشده. امروز پیش شرکت بود. در دانه دروازه شیشته بود. بازم امو سوال پرسان کرد. یک چوکی یک نفر آورده بود. از صبح منتظر من شیشته بود. یک رقم دیدمش آرام در جای شیشته بود. هر کس که میامد طرفش سیل میکرد. مثل دیوانا طرفش میدید و خور میزد. های چقدر زیبا. دختر تو چی کدی؟ چرا گدودی کدی؟ تو باید این موضوع رو اول میفهمیدی. معلوم است که از این کارت خوششان آمده. باندگه بیادر خواهر خواهر ما ببین بسیار جگرخونه خسته است. ببین دانش واز مانده. ای چه باش دیگه که پای ایلایو بی عقل نزن. کمال من چند روز میخوایم به آدانا برم. چی میشه برو امرای پدرم کمک لطفا. متوجهش باش و کدام کار گندگی نکنی. فهمیدی؟ او آدم از دست تو عصبانی شده، فشارش بالا رفته بود. نخو امروز کل چی سر تو قط است. خوردن نمیتونی. فقط یک دانه. یک دانه میخوره. بازو میخوره. آدانا آمدم آله. از هیجان زیاد قلبم کم است که استاچه. اگه سرمه ببرن یک قدر خونم در وجودم نیست. بله با ابشکان کپ زدم. کل چیز حل کرد. چند دقیقه بعدم با مختار ملاقات دارم. درست است سر وقتی که خواستی برشان زنگ میزنم. خدایا چی میشه؟ خدایا چی میشه؟ ای بار کل چیز رو برا بساز. لطفا سرم رحم کن. امیر جان چی وقت خانه مادرم میریم؟ امیر خلاص کنم اینم میرم دیگه. درست است. جوان آمدن. اوه آقا مختار سلام. چی یک جای مقبولو دارین؟ اگه مقبول است بفرمایین مهمان ما شوید. درست است. در فیلمت ما هم خود دیدم میشم اما تو نیست. اول باید بازیگری تا ببینیم که میتونی بازی کنی یا که نمیتونی. اما تو نیست دوستا. میتونم یک تاکسی تا بگیرم؟ البته چرا نه. یک جست خوب بگی در یگان گوشه مقبول است تا چو که تا بگیرم. یک قسم شانایت بالا بگی که شعر وره معلوم شوی. شعر هستی شعر. آی کاکا یک کمی با احساس که آدم ها را در بیتی در مثل که یک دختر 14 ساله پیش روی دستات باشه. همه قسم یک فیگور برو. یعنی که میخوایی برش پیشنهاد بیتی و با عشق طرف چشمایش میبینی. اما تو آفرین مختار بسیار مقبول معلوم میشه. صبر مسافر ما آمد.
مهمانای دیگه میاین بیا آبخواد شدیم. مهمان چی کاکا؟ یک کار مخفی است. پشت یک تفلک گم شده میگردن. از یک خانواده دیگر روستایی وقت خرد بوده در اینجا آورده شده. از استانبول امروز یک وکیل آمده با خانواده خود ملاقات میکنه. شما بدون کدام سر و صدا در اینجا پت شوید. مثل یک حادثه فیلم آواری است. فهمیدی؟ درست است. آمدن. بچه به نظرم که حال ما با یک داستان واقعی روبرو شده. اما قسم است. سحر براک تو خوب سیل کو. شما یک دیگر را مشناسین؟ باز میگن استانبول شهر بزرگ است. تو ده اینجا چی میکنی براک؟ به خاطر فیلم گرفتن پشت جای میگردیم. به خاطر او آمدیم. بسیار حیران شدم. خوش آمدین خانم وکیل. بفرمایین بیاین. یک چای یا یک قهوه براتون بیارم استاد نشین. چطور امکان داره؟ نیک خبر داره. نیک کل چیز میفهمه. بیادر شما بخیزن، ما میمان داریم که اینجا بشینن. پشت کدام طفل گم شده میگردیم؟ اما تو راست. باید یاره ببرم. آمدی؟ خسته نباشی استاد جان. زنده باشی جانم. ها در مورد خانمه که براتان گفته بودم آمده. هفته قبلم آمده بود اما اینجا بسته بود. خب دایی چی گپ است دیگه؟ برو پیششان. خوش آمدی بگو، سفارششانم بگی. توبه توبه. اینجا بسیار مشهور شده میره. ببین که چقدر خوب آدم ها میاین و میرن. اگر میخوایی با عنوان صاحب رستوران پیششان برو. خوش آمدی بگو براشان. مصطفی دانت باز مانده طرفشان. اگه اجازه میتی میرم. با خوش آمدی. با خدا امره یمیده فرقت میزنم. نه چی شده دخترم؟ او زنا بسیار گپای عجیب میگن. خب چی میگن؟ میگه من صاحب اینجاستم. فکر میکنم دروغ نمیگه. او کس کمروش است، وکیل است. چی میشه؟ یک بار برو ببین. بلیاز خدا ببین که چی میگه. گپ نزن، من میرم. صبر پس شو. یک دقیقه گوش کن. روز بخیر. خوش آمدی. ببینین شما شناسین، همدیگر میشناسین. باز میگین استانبول جای بزرگ است. تو ده اینجا چی میکنی براک؟ به خاطر فیلم گرفتن پشت جای میگردیم. به همین خاطر آمدیم. بسیار متعجب شدم. خوش آمدین خانم وکیل. بفرمایین چای چیزی میخورین براتون بیارم؟
تو امکان داره. اگه بفهمه چی؟ حقی تو بچیم بخیه اینجا میمانه ما باید بشینم. پشت یک بچه گم شده میگردی. همه قسم است نه؟ پشت یکی از موکلین خود میگردم. وقت خبر شدم کدام سرنخ اینجا از باز آمدم. توی تقدیر ببین. روزاست که پشت تو میگردم. ببین در کجا پیدا کردم 2 بار میتونم روز ببینمت. یک قسم یک چیز فکر کرده بودی؟ یعنی میگی تصادفی نیست؟ نه خیر. صبح در بایکت رادیاب نصب کردم باز فهمیدم که اینجاستی. ما بسیار میخوایم که خانواده خودم ببینم. این موضوع یعنی برام بسیار مهم است. یعنی که فرار میکنن اموترس. پس بیاین که بریم خانم وکیل بفرمایین. بفرمایین. آقا مختار، راستش این موضوع توجه مرام جلب کرد. میشم همراهتان بیم. قول میتم که آرام در کنارتان میباشم. این یک موضوع بسیار شخصی است. موکلم نمیخواهد که جلب توجه شود و مثل یک فیلم نیست که به تو یک سرگرمی باشه. بفرمایید. وقتی که میگم زندگی ما مثل فیلم شده با سرم قار میشی. مگم تو هم راست میگی بیادر؟ باز میگی تو دروغ میگی بچه. بچه می فیلم نیست. خیلی چی از تو بگو ها؟ خیلی ایرام در داستانش اضافه میکنیم. هم به خاطر حل شدن مسئله دوا خوب است و هم راحت میشه. اگر ایران نشته کنیم با موکلم یک شکایت هم میشه. واقعا کنجکاو شدم که چی شده. سحر میگیره و پیش موکل خود میبره. یعنی موضوع به نظرم کمی پیچیده شد. والا بیادر کلمه خوب صحیح کار نکرد. موضوع از چی قرار است؟ مگه می مرا بسیار کنجکاو ساخته. نمیتونم صبر کنم. میرم میبینم. موضوع چی است اورهان بیادر؟ ما یک چیز را نفهمیدم. این دختر کی است؟ سحر امو نقش نو که در فیلم آمده. مزاق میکنی؟ یعنی بیخی فیلم واقعی شده اما تو یک چیز. موکلم صاحب اصلی اینجاست. البته از این بابت میخوایم کم درباره 4 طرف بفهمم. صاحب چی؟ یعنی اینجا را با شما فروخته چطور؟ بله آقا. خب بسیار خوب. به خیرتان باشه انشالله. خب میخواین چی کنین؟ کرایه را مشخص میکنین؟ موکلم به فکر کرایه اینجا نیست. میخوای هر چیزو در اینجا را تخلیه کنین. والا همون چیزی که در دلم میگشت اما تو یک چیز شد. ببین که موضوع از چی قراس است. خلاص هستیم خلاص. خواهر کمی آرام باش. اینجا مشکل خلق نکن. آرام باش. موکلت خودش نمیتونه گپ بزنه؟ ها؟ خانم او خودش زبان نداره. بگو کی هستی؟ چی میخوایی؟ نامت چی است؟ هدفت از آمدن در اینجا چی است؟ بگو. اینجا یک دفعه پیدایتان شد بدون کدام سند کدام پرونده هم ندارین. قراشیشته کلان گپ میزنی. تو آرام باش. یک دفعه این طرفیه. توسن کجاستی باشم؟ با اینا رسیده که ببین که چی میخواین. تو چو؟ بر صورت خوش آمدین. میخواین چی کنین؟ حتما میخواین ایران منظم پیگیری کنین. با نظرم همه قسم است ها؟ موکلم میخواد که اینجا را خراب کنه و یک ساختمان نو بسازه. تو کجا را میخوای خراب کنی؟ او هم با کدام جرأت؟ تو زبان نداری که گپ بزنی؟ توبه گنگستی چی؟ حداقل با زبان اشاره یک چیز بگو بفهمم. درد چی از یک چیز بگو دیگه. تو به خدایی چی میکنه؟ با پول فکر کرده کل چیز خریده میتونه. باز کاش که یک کلمه من زبانش برایه. این تو یک چیز هم امکان داره؟ اصلا نداره. من همراه هر کس گپ نمیزنم خانم محترم. ما وکیل دارم. هر چی میخواین همراه او میتونین که به نتیجه برسین. و فقط آخرش خانم اینجی ما باید برتان بگیم که شما باید اجازه تو باش خانم وکیل چوب باش. ببین خانم ما قسم تو را سر زبان بیارم که تو تیباری گپ بزنی و از هر گپتان پشیمان شوی. قسمی که سرت پایین بندازی. کمی آرام باش. قسم نمیشه موضوع را با سر صدا حل کنیم. چه قسم؟ باید آرام بشینیم صحیح گپ بزنیم. با خوبی میتونیم با تفاهم برسیم. چیزی نیست که حل نشه. کمی برام آب بیار. البته بیار. میشه که ما یک بار داخلم ببینیم؟ بفرمایین. ما راهنماییتون میکنم. بفرمایین. از این طرف. مامم رایشان باید برو. آرام باش. سر صدا نکو. بلیاز خدا سر صدا نکو. آرام باش. ما حلش میکنم. بفرمایین. از این طرف بین. از این طرف شما بین.
کم از قاتل شوم. زود برم او بیار، زود باش. آی بیار، خدا خیرت بده. آی خدایا تو برم صبر بده. این خانه است وکیل صاحب. آیشه دخترم، حالا برو خانه مادرت صدا کن. مادر بیا که کاکای پدرم آمده. این نیست، این زینوی من نیست. بفرمایین بیاین که خانه بریم. کاش که رجب در نیت خدا به ما میگفت که مطابق امو ما خدا تنظیم میکردیم. حالا وام یک دفعه اینجا رو چه قسم تخلیه کنیم؟ شما بگوین. به نظرم اینجا بسیار جای خوب است، کار بارشان بسیار خوب است، عاید داره. دیگه ای که اینجا بسیار مشهور است و مشتریای زیاد داره خانم. یعنی شما خودتونم دیدین که مشتریای ما بسیار زیاد است. چیزایی را که ما در اینجا آماده میکنیم با دل جمع میخورن، مثل خانه قسم با شما بسیار خوب است، یعنی اردو طرف فایده میکنه. خب معلوم دارست که به شما بسیار خوب تمام میشه. اگه جای دیگه برین قسم دفعتاً مشتری نمی داشته باشین، یک محل عمومی از هر کس بخوایم میتونه که از اینجا بیایه و یگان چیز بخوره، یعنی بسیار جای خوب. نه او قسم نه، صدف هم درست نگرفتین. یعنی گفتم که جای مثل ما نمیشه. مگم کارتان بسیار خوب است، میتونین یگان جای دیگه برین و پس به کارتان ادامه بدین. به نظر من قسم خوب است. یعنی میگن که راه حل نیست، باید یک جای دیگه بریم. اما درست. خب نمیشه که کار دیگه کنیم، یعنی مقدار کرایه را بالا ببریم. شاید قسم با شما بیشتر فایده شود. همزمان ما میتونیم که کار خود اینجا ادامه بدیم خانم. نه خیر، ما اصلا فکر کرایه دادن اینجا را نداریم. اوف. باغچم این طرف است. اوه واقعا بسیار یک باغچه مقبول است. بله بسیار کلانم است. یعنی حالا دیگه اینجا عزم است، اونا رسما نابود شدن. حالا دیگه کل چیز خلاص است. استاد خوب هستین؟ ما خوب هستم. تو برو متوجه خانم بیادرت باش. زود شو. خواهر وضعیت استاد هیچ خوب نیست. چه قسم خوب باشه؟ حال دیگه شاید فشارش بالا رفته باشه. تو چی میکنی ملکه؟ او زن شیطان صفت در باغچه چکر میزنه. زود باش بچه، استادتان تنها نمان. حالا دیگه برو. خواهر جان ما نابود شدیم دیگه. اینجا خانه ما، کار ما، زندگی ما، کل چیز ما تباه شد. کار قسمی که فکر میکنن اقدر آسان نیست. با این آسانی نمیتونن صاحب شب. بچه برات نگفتم که برو. متوجه انگید باش. چرا پس آمدی؟ برو زود شو. برو. حالا برین. تو با کدیم خدای میخواه به تنهایی چی کنم؟ اصل اگه اینجا انجینیر بیاریم و یک بار اینجا را ببینه بسیار خوب خواهد شد. والا راست میگی، خوبش است. یک قسم کارا زودم خلاص میشه. بانک کارا اینجا خلاص شوه، باز به خاطر خانه مشوره میکنیم. بله ها تو میکنم. میبخشید. بله ها جانم، قربانت شوم. نتونستم که هم دیگر را ببینیم، ما پشتت زیاد دق شدیم.
ای شگه که قندول ما نام خدا کلان شده خدا نگاهش کنه. این دختر کارتی تولد داره؟ البته که داره. خانم در شفاخانه دولتی بود و برش دادن. مریم برو کارت تولد دختره بیا. زود باش حالا دیگه. صبر کو دختره. هیچ نیاز نیست آقا مختار. اینا اون نفرا نیستن. نامش همه چیز است، شاید نتیجه بده. بله بسیار عجیب است، اما ما با او خانم و شوهر که امانت مانده بودم اینا نیستن. اونا دیگه نفرا بودن. در این صورت چی کده میتونیم؟ خانم محترم میشه بگوی موضوع چی است؟ بگیرین. شما چرا میخواین کارت تولد دختر ما ببینین؟ اگر میخواین تاریخ تولدش رو بفهمین براتون میگم. معلوم دار از کدام غلط فهمی شده. باش ببینم. طفل را که من پشتش میگردم در این تاریخ تولد نشده. او طفل را که من میپالم شباهت اسمش و مدرکش ما را به اینجا آورده، شاید این نباشه. یعنی بسیار زیاد میبخشین. ای جگر گوش خودم، از شما چی میگین خانم؟ درست است نیاز نیست که تشویش کنین. به خاطر شباهت اسم و تخلصش غلط فهمی. آی خانم وکیل فقط میخواد طفل گم شده را پیدا کنه و تا اینجا به خاطر شباهت نام و تخلصش آمده بود. درست است، هر کسی که باشه ور ختم میشه مختار. نه خیر، هیچ نیست، راحت باش. خانم وکیل مطمئن هستین؟ زهر حالا بیا دیگه دخترم، اینجا بیا. بله مطمئن هستم. این خانم او مریم نیست. ما باید برم دیگه. بسیار میبخشید. خواهش میکنم زحمت چی؟ که مزاحمتان شدم. خداحافظ. هایدر میشه مرا به شفاخانه ببری؟ میخوایم کارای اونجا را از نزدیک ببینم. درست است، میرس خانم. خانم وکیل شما را دقیقه به خانه میبینم. درست است. دختر من وکیل است، فهمیدین؟ شما حتی نمیتونین ما را با زورم از اینجا بکشین. فکر کردین این کار قدر آسان است؟ حالا خواهیدین به دخترم زنگ میزنم. اگر شما بخواین که قسم همراه ما رفتار کنین این خوب نمیشه خانم محترم. باید گپ زدنتان بفهمین. او هیچ غلط نمیگه، بسیار مهربانم. از وقت شما قسم اومده هر کس باشه باز دفعتاً قال مقال میکنه. ها من تا جایی که میبینم کل چیز تنظیم کردین. وکیل است، یک وکیل مشهور آمادگیایتا نگرفته اینجا آمدین. تو چی اشاره بازی داری ها؟ باور نمیکنی که دختر من وکیل است؟ باور میکنم بیشتر از خود شما باور میکنم. این دیگه چی معنا؟ با این گپاش به ما کتره میگه چه بلا؟ بی تربیه هستین، هر دیتان نمیفهمین که چه قسم گپ بزنین، چه قسم رفتار کنین. طرف ما ببینین. شما فقط میتونین این خانه را از دور ببینین، بس خلاص. حالا دیگه گم کنین خدا، نمیخوایم در چهار طرف هم شما را ببینم. حالا برین، زود باشین. اینجا باش جانم، من پس میایم. برین حالا دیگه. حالا گم شوین. زود باشین برین. آمدن کل چیز گدوات کردن، حالا قلب استادم در گرفته. او زن ناق آمده گپای ناق زد. حالا نمیفهم که دواش در کجاست که او را آرام کنه. زود باشین حالا. استاد گوش کنین چی میگم. دیگه نمیتونین قسم اینجا بیاین، زندگی ما را به هم بریزین. اینقدر آسان نیست که با این سادگی بیاین و ما را از اینجا بیرون کنین. سالاست که اینجا هستیم. خانم محترم این گپ خواهی قسم نفهمیده. بعد از این میخوایم امرای شما قانونی برخورد کنم. هرچی که میگین باز در محکمه بگوین. با این اختارکایت هیچ چیز تغییر نمیکنه، فهمیدی؟ فکر کردین از شما میترسیم؟ در اینجا گپ ما میچله، گپ ما. توبه ما به خاطر اینجا کل عمر خدا فدا کردیم. برین گم شوید، در چهار طرفم دیدن نشید. به خاطر این کارتان شکایت میکنم. او وقت باز به خاطر این رفتارتان پشیمان خود شدین، فهمیدین؟ احمقا. مگم زیاده روی کردی خواهر جان؟ ای باندگار زیاده روی چی؟ دلم میشه کتمی سنگ بزنم و شیشه موترش را بشکنم که بفهمن گپ در کجاست. آی خواهر قربانت شوم، کم آرام باشی، قسم دگام تا جنجال مفتی.
آی خدای ما تباه شدیم، تباه شدیم. حالا بریم ببینیم که وضعیت مصطفی چه بچه مردم به قسم فشار نمیتن. میخوای بکشیم؟ بچیم چی شده؟ باز وضعیتش خراب شده چطور؟ حالا جور میشه، صبر کو. او طرف شو بچیم، چی میکنی کم از نفسش بکشی؟ دیوانه شدی چی بلا؟ گوش کن خانم جان، این احمقا را از پیش ریم گم که اگرین نفسم دوام قید میشه. بشنو نفسه که میره کم قید شده میره. امین نبزمون بیبی که نبزم نمیزنه. بسیار وضعیتم خراب است. یک بار بیبی بسیار وضعیتم خراب است. آی من میرم که بعد دکتر زنگ بزنم. حالا زود باش. آی بچیم چی میکنی؟ کم از دیوانه شم، دور شو از اینجا برو. آدمای دیوانه و بیکاره. خانم جان. او چی شده؟ دستمال دا اونجا چی میکنه؟ توبه دیالتم دا فکر دستمال هستی. جانم عزیز دلم تو آرام باش، نکسی این چیزا نشد. درسته؟ اینجا جانم با بچه بگو وقت هر طرف پاک میکنن چرا متوجه دستمال نشدن؟ برن اون از اونجا بردارن. آرام باش. نفس بکش، نفس زمین. نفس آرام نفس بکش. آرام میشی جان، آرام میشی. درسته جانم، نفس بگیر، نفس عمیق. سوات اینا رو بگی بچیم متوجه باش خراب نشه. درست است. یاشار کجاست؟ آمد بگی اینا رو من میارم. اینا رو بان با من. توی رو بان. برو پشت خانم بانو. حالا برو زود باش. خانم بانو امروز نمیاید. امروز نمیاید؟ تو این چه قسم یک مریضی است؟ چند روز است مریض است؟ معلوم داره است، به خاطر که پیش دکتر نمیره و مریضیش هم زیاد شده میره. بر صورت من میرم که به کارایم برسم، بعدن بازم روی تو یک جا خانهش میریم. درست است. با زور پیش دکتر میبریم. سیس کمک شم؟ نه نیاز نیست. بسیار تشکر. وقتی ارزشو جای خود پیدا کرد دیگه این مشکل نمیمونه. دیگه در خانه اگه کسی بخواه تو یک گپ بزنه از گپ زدن پشیمانش میکنم. بیشتر از این مرا دیوانه نکنی. ماما تو را میگم. تو را منو میگی؟ بله تو را میگم. بفرمایین. کدام جای را میپالی؟ لوینت از کدام طرف نزدیک میشه؟ ماما جان لوینت از اینجا زیاد دور است. یعنی ما از این طرف مسیرش هست اما نمیشه ماما جان. راه را غلط آمدی. به نظرم نو آمدی دی منطقه. درست است اما من پیدا میکنم. ماما برات میگم زیاد دور است نمیشه تو بری. تو بیا کم ماندگی ت بگی. بیا یک چای برات بتم اینجا. آرام باش. بیا اینجا تشویش نکو. چای برات میتم. باز راه را پیدا خواد کردی. سوات بفرما بیاده. حالا بچم یک چای بیار. چای گرم بیار. بچه‌شو میارم. ماما تو میخوای لونت چی کنی؟ لونت میگم چی کار داریش؟ پیش دخترم میرم. دختر اصلیم هم نیست، دختر اندرم است. یعنی او در اینجا در میدان کار میکنه. باز خواستم اول او رو یک دفعه بگیرم. در میدان؟ بله. تو چای صبح خوردی ماما؟ گوشنه هستی؟ نه بچه زیاد دلم نشد. باز خواستم یک دفعه قدم بزنم. نه سیس من برات یک چیزی میارم شکمت سیر شوه. باز بعد از او هر کاری که داری برو حل کن. سیس نه زحمت نکش. نه ماما زحمتی چی؟ تو همینجا منتظر باش. منتظر هستم. والا زیاد جالب بود. والا زیاد عجیب بود. طرفش دیدی بیخی زن در گرفته بود. کمی زیاد روی شد اما ارزشش داشت. هرچی که شد والا بسیار خوب شد. فقط به خاطر که حساب ما ازش پس بگیریم قزمت کشیدیم. مگم سحر بسیار وکیل خوب است. بسیار لایق است. قسم تمام کارا رو میداره میکنه و همزمان هر کاری که بخوایم ما انجام داده میتونیم به راحتی بستش نکنیم. شاید که کمیون ما را درگیر کنه. لیلا جان چیز مهمی است که سحر آشار مرا بشناسه.
یعنی اگه از پالیدن اون طفل دست بردار نشه، میخوایم بفهمم به خاطر این موضوع تا کجا پیشرفته میتونم و چی کارایی را کردم میتونم. نه دیگه، اگه او بازم پشت بچه مرا اعلان نکنه و او را به پالا قسم اونجا را سرشان خراب میکنم که حیران بانم. دختر هوشیار است. به نظرم به خاطر که به خانواده ضرر نرسه از براک دست میکشه و زیاده موضوع نمیپیچه. نمیفهمم. در سابق خواه قسم بود، اما حالا نمیفهمم چی میشه. یعنی حالا که او وکیل شده و میخواد او را به دست بیاره، این گپ جداست. تو هم دیگه در فکر چی گپ هستی؟ یک بار وقتی بفهمه چی چیزا را از اسم میده باز چوب نمیشینه. راست میگی واقعا. مگم امروز زیاد ساعت ما تیر شد. کجاستی؟ چی وقت در کجا طرف میتونم پیدا کنم؟ خوب هستی؟ بله خوب هستم. چی شده؟ یک اشتباه کرده بودم. یک غلط فهمی بود. موضوع از چه قرار است؟ او طفل اختطاف شده؟ بله. چی وقت؟ یعنی چقدر وقت میشه؟ تقریبا چند سال است. من میرم که منتظر میمانن. اینجا زیاد مقبول است. فیلم نوتا در اینجا ثبت میکنی؟ بله، اینجا میتونه جای مناسب باشه. میتونیم در منطقه چهار طرفشان بریم. یکی از پیشنهادهای مام امو است. تو پرسان کردی، ما گفتم اما ها والا میبخشی، فکرم نبود. هیچ خوب نیستم. کاش که یک معجزه میشد. خانواده‌مون جگر خون میشن. این دفعه زیاد امیدوار بودن. باش ماما، ما برات بندازم. ماما تو در این روزا در این منطقه زیاد گشت و گذار میکنی؟ من اینجا را درست بلد نیستم. کسی را نمیشناسم. قریه آرنولد چطور؟ در اونجا کسی را میشناسی؟ یک رستوران که است اونجا را بلد هستی؟ نه بلد نیستم. آی ماما، نه که تو گم شدی ها؟ خانه خودت گم کردی چطور؟ میخوایی که بلاونت بری اما اونجا بسیار دور است. فامیل یا همسایه چیزی نداری؟ آدرس یا کدام نفر میشناسی؟ شماره تماس چیزی پیشت است که زنگ بزنیم؟ یک قسم خونه میشه بدون ای که کسی را بشناسی سوسو بگردی. متونست؟ من پیش دخترم میرم. او تلوینت هست و در یک جای کار میکنه. میخوایم اونجا پیشش برم. صاحب خانه مرا از خانه کشیده. آه ماما جان، من میگم چطور یک قسم بیکار و بیروزگاری سوسو میگردی. دخترت از این موضوع خبر داره؟ از اینکه تو دی وضعیت هستی ها؟ موبایل داری؟ بگی یک زنگ بزنه یا شماره شبت ما زنگ بزنم.
من خودم پیدایش میکنم. نگفتی که لوند در کدام طرف است؟ ماما من چه قسم آدرس به تو بتم؟ تو بلد نیستی اونجا را. دلم هیچ آرام نیست که کدام بلایی سرت نیاید. چه قسم پیدا میکنی؟ پیدا میکنم. بیبی نمیشه. باید با پلیس زنگ بزنم بیاید تو را تسلیم شوه. چی میگی؟ هر جایی که میری بازو برسانید. صحیح است؟ خدا ازت راضی باشه. من پیدا میکنم. خدا میرم. درست است ماما. کجا میری؟ بیشی یک دقیقه بیشی منتظر باش. من تو را به یک موتر روان میکنم. تو همینجا آرام باش. سواد عاصم اونجاست. برش خبر بده که بیاید. عاصمه بگو اینجا بیا کارش دارم. توبه کردیم خدایا. یعنی میخوایم تو مثل دیوانا در استانبول بگرده. بیخبر از پیش چشمایم گم شد. وقت نامه پلیس گرفتم باز بسیار ترسیده بود. صبح بخیر. میخواستم با مدیر بخشتان آقا مراد گپ بزنم. بفرمایید خودم هستم. مام آکان هستم. گفتن که کار مربوط شما میشه. با می خاطر سر اصل موضوع میریم. از شما یک خواهش دارم. ما حال تمام نوشته‌هایی که مربوطش میشه رو خلاص کنیم. قسم است. درست است گپ میزنیم. بیا زو فردا خو اینجا میاین نه؟ بله میایم. فقط ما با یک دستیار ضرورت دارم. گفتی به دستیار ضرورت داری؟ یعنی اوقدر کارم زیاد است که باید به تمامش رسیدگی کنم. پس چی کدام میتونم؟ خیلی صبر کن که من با خانم سفکی گپ بزنم. ما فقط شیرین کوزگو نمیخوایم. شیرین کوزگو؟ اما بسیار بی تجربه است. چرا او را میخوایی؟ یک آدم مسئولیت پذیر میخوایم. یعنی او کم دختر با دقت است، به همین خاطر او را میخوایم. بله دیگه ای که در موتر روانش کو که خانه مرا بیاید. اگه این قسم شود بسیار کار خوب میشه. درست است؟ درست است. روانش میکنم. زنده باشی. بسیار تشکر. کم مانده خواهد دیدی. میخوایم که شما را از نزدیک خوب بشناسم. موضوع از چی قرار است؟ میخواین چی کنین؟ چی میخورین؟ چی مینوشین؟ کی هستین؟ کجا میرین؟ میبینم که میتونین امرای ما روبرو شوین یا نه؟ آی نه بیادر. آی ای خانواده ای که فکر میکردم نیستن. بله مطمئن هستم. مگم میشه که نشناسم. خود درست است. وقتی که آمدم باز گپ میزنیم. زیاد تغییر کرده. فقط بگو یه غم بزرگ در قلبش هست. چیزی که میپالید نیافت. زیاد جگرخون شدم. آی مادرم زنگ زده. چی بگویم برش؟ خانم وکیل میگن 100% دونست، اما مطمئن هستین؟ نه آقا نیست. این خانواده فرق میکنه. خداوند برشان صبر بده. بسیار سخت است به خدا. زنده باشی آقا مختار. بازم تشکر. شما را به زحمت ساختیم. اگه کدام وقت طرف استانبول آمدین زنگ بزنین که ما مهمان نوازی کنیم. زنده باشین خانم وکیل. فامیلت از گزگان است نه؟ پدرت از کجاست؟ پدرم همینجاست. در اینجا بعضی نفر از گزگان هستن. کسی را در اینجا میشناسی ها؟ پدرم در یتیم خانه کلان شده. توبه. نام پدرت چی است؟ مصطفی. آی کارای خداونده بیبی. سن پدرت 56-57 است مترس نه؟ بله 57 سال است. نمیفهمم یعنی، اما یک مصطفی مام داریم. یک آدم بیکس و بیکوی و یتیم بود. کاکایش از همون مواظبت میکرد. مگم بسیار شوخ بود. هر روز یک گله را به او میداد.
بعدش با کاکایش فکرت سر کدام چیز جنگ کرد. با زمانی رسید که وقت عسکریش شد، اما بعد از عسکری دیگه به این قریه پس نامد. باز خبر شدیم که او در استانبول در کدام رستوران وظیفه گرفت. همه خبر شدیم بس. نه جانم، با قسم یک چیز امکان نداره. اگه خانواده داشته باشه باز چرا با ما نگوید؟ شما راست میگین. اما چه قسم میتونم این گوزگونا را پیدا کنم؟ شما آدرسشان میدین؟ بچه های فکرت در بازار یک مغازه داشتن دخترم. از هر کسی که پرسان کنی براتون میگه دخترم که او در کجاست. حالا به این که بریم نان آماده است، یک جایی میخوریم. حالا دیگه دخترم. آی نه اصلا به زحمتتان روادار نیستم. اما قسم نمیشه تا اینجا آمدی و چیزی نمیخوری قسم نمیشه. اما چه قسم بانم که شما برین. مردم خود گفت که از استانبول مهمان آمد و شما صحیح پذیرایی کردن نتونستین. میریم نان میخوریم باز برو. جوانا حالا دیگه بیاین زود دست به کار شوین. حالا از این طرف بیاین. حالا دیگه بفرمایین دختر. بیا جانم بیا. آیسته مصطفایم آیسته. در تخت ببریم. نه نمیخوایم. به نظر من کمی خواه میکدی. آرام جانم آرام. درست است. اعلام کنین من خوب هستم. درست است جانم میفهمم. مگم آیسته. درست است. باشید بیشتر. آی خدا را شکر. اینجا الان زود شوین برین خانه را کم جور کنین. من خوب هستم. آی مصطفی من کجا میتونم تو را در ایالت قسم تنها بانم؟ برین دیگه بلیاز خدا مرا آرام بانین. با خدا خوب هستم. اگه شما قسم اینجا باشین وضعیتم دیگه بدتر شده میره. توبه کردیم خدایا. حالا زود شوین برین. مهمه برات میگم بیا. برین درست است جانم. ما در پایین میباشیم. بریم ملکه بریم. حالا متوجه باشی مصطفی. آیسته. وای خدای شکر. بچم شما چی میکنین؟ مرا میترسانین. برای گمچین. استاد تو آرام باش، دلت جمع باشه. ما اینجا آرام هستیم اما چیز جمع میکنیم. ما چوب میباشیم استاد تا یک کلمه هم گپ نمیزنیم. حالا مکرتان کاردارو میخیدن یا نه بچه بیادم؟ چه قسم چشم سفید هستن. آی خدا توبه کردیم خدا. ای چی قسم وضعیت است. چه قسم بسیار انسان بیادب بود. با خدا راست میگم. چه قسم آدم بود. با خدا از نارام شدن ما بسیار لذت میبرد. طرفش سیل که میکردی فقط بوی که آدم 40 ساله یعنی دشمن 40 ساله ما باشه. ما خب به کسی ضرر نرساندیم. چه قسم تو رفتار کردم رای ما نمیفهمم. با خدا نفهمیدم. گردن بیخی شخ مانده. حالا دیگه بریم. حالا دیگه پیشا کنیم رن. حالا تو هم بیا. مام بیا. خب یک مرد بیگانه است مام نمیشناسمش. حالا بیا. خب چیزی نمیشه. تشویش نکن مادرش در خانه است. تشویش نکن کل چیز حل میشه. اگه مادرش بازار رفته باشه چی؟ خب این قسم نمیشه دیگه. گپای ناق نزن. واقعا فکر نمیکنی شاید 2 دقیقه بعد اعصابم خراب شه و حمله کنه؟ خب چرا حمله نکنه؟ یک دختر جوان و مقبول است. اما تو فکر میکنی؟ خیلی میخوای چی فکر کنم تو بر؟ یعنی حمله میکنه؟ بله حمله کردن میتونه. دور بخور. بله دور بخور. ناممکن است. میگی ناممکن است. خب اگه بازم یک ذره احساس ناراحتی کردی دموتر بالا شده زود پس بیا. درست است. قسم میتونی بری و شکایت کنی. ما میتونم از دستت خلاص شوم. چی گفتی؟ نظرت چی است؟ فهمیده شد. با این گپایت فکر میکنی کلو چیز حل شد. ها دیگه. ای خدا توبه کرده. بفرمایید. سلام. آمدیم خانم بانو رو ببینیم.
اونا حال استراحت کردن. میفهمم که صحتش خوب نیست. ما هم به همین خاطر آمدیم او را به شفاخانه میبریم. من کمال هستم. شما برین برش بگوین من اینجا منتظر میباشم. ها اگه گفت خوب است و می گپا برش بگو کمال اعتراض نمیخواه. درست است اینجا باشین. بفرمایین از این طرف. بسیار زیاد تشکر. آفرین به تو دختره. سلام به خودت. آی دختره مقبولم بیا دیگه. آقا کنان شما را همراه یه دوست ماده بخشتنا میمونم. نه دختری یک دونیم تو داخل برو باز ما پیشت می. برو دیگه لطفا. سلام محترم من کمال هستم. کمال کوزگون. تو دم اینجا منتظر باش. وای توبه معلوم میشه که آدم بسیار پوگ است. خوش آمدین پدر. تو یک بار داخل بیا. چی شده؟ پدرت گفت که همینجا منتظر باش. ما منتظر هستم. قرار است تو رو شفاخانه ببریم. به این خاطر اینجا هستیم. منتظر هستیم. حالا زود باش. بسیار تشکر. من پس میایم. گلی خوش آمدی یک دونی. آمدی که برام یگان چیز رستا میکنی؟ بله. حالا تو با بوکت یگان چیز بده که سیر شوه. بیا بوکت جان برات شیر گرم میکنم. امرای کیک بخو. من پیش پدر کلانم میباشم. دختر من یک کمک کار دارم باید به اونا رسیدگی کنم. امی که تمام شد پیشت میایم. وعده است؟ وعده است. چی شده پدر؟ چرا بوکت شما از مکتب آوردین؟ وش پس ندانه دروازه چی میکنه؟ آمده که مرا پیش دکتر ببرنی؟ به خاطر که چند روز نرفتیم به تشویش شده. وظیفه او است که تو را پیش دکتر ببره. براتون گفتم به تشویش شده. پدر لطفا مشکل ایجاد نکنین. چرا برش گفتین دادن دروازه چی میکنه؟ متوجه دخترت باش. پدر جان نمیخوایم به احترامی تا نکنم اما این موضوع تو نمیشه. بس تو بگو چه قسم میشه؟ ما قدر پول خود دو دکان بند کردیم که آدم بی سر پای اینجا بیایه و اینجا رو پدر پیدا گپایتان دیگه چی معنا میته؟ لطفا تو کارا رو نکنین. تو چرا با اولادت درست فکر است نمیکنی؟ استمایلا کنی. چی معنا میته که یک مرد بیگانه اینجا بیایه باز میری همراهش گپا میزنی؟ مادرت برای چی پدر یاد نداده؟ استمایلا کنین. چی میکنین؟ نمیفهمم چرا هر چیز غلط فکر میکنین. او مرد همکارم است. بفهمین دیگه همکارم. ما شریکای کاری هستیم. درست از باز خود دیدیم. کوشش کو با این کارایت منه دیوانه نسازی. فهمیده شد؟ چطور هستین؟ یعنی که شما شریک کاری دخترم هستین؟ بله آقای محترم. قرار است در اونجا ما زیاد گپ نزن. به خاطر شریک شدن چقدر پول دادی؟ آقا ما با زحمت زیاد تلاش و پشت کار. به نظرم سوال مسئله نفهمیدی. چقدر پول دادی بچه جان؟ بگو برم. پدر لطفا. آقا ما قرار است از مهارت‌های اونجا استفاده کنم. استعدادم، زحمت و پشت کار. حتی میتونم شبا از خوابم بزنم. اونجا را میتونم به بهترین جای استانبول تبدیل کنم. بسیار یک چیز خاص. اما متاسفانه پولی به شریک شدن ندارم. یعنی میگی نگه پول میداشتم بیاز از پشت دخترتان نمیامد؟ پدر معذرت میخوایم کمال. یعنی به همین خاطر 3 روز نامدی ها؟ برام میگفتی بانو. ما مثل احمقا تا اینجا آمدیم امرایت گپ میزنم. تو خوب بیبی؟ من حلش میکنم. تو یک دفعه ای تصمیم نگی من کل چیز حل میکنم. کمی برام وقت بده.
بانو من کسی نیستم که بتونم قدر به عزتی را تحمل کنم. ایچی مانو میته. خواستم یک کار کنم به خوبی، اما بیبی امرای خودم چی شد؟ میفهمم تو مقصر نیستی. میفهمم تو تشویش نکن. میفهمم. هیچ تشویش نداشته باش. پدرام قسم میباشن. چی قسم؟ آدمای کونه فکر هستن دیگه. در دنیا دو آدم با یک خصوصیات پیدا نمیشه. هر کس کارش و افکارش به خودش معلوم میشه. از او خاطر از وقتی که این کار شروع کردیم باور کو ای تو گپای شنیدیم که ایران ماندیم دیوانه میشم والا. خب بانو ما از زمانی که کارم روی تو شروع کردیم کدام به احترامی یا چیزی از ما دیدی؟ بانو ما مثل خواهرم. اما نه، این آدم چهار طرفش هر چیز غلط درک میکنه. خانم بانو من نمیتونم این وضعیت تحمل کنم. واقعا معذرت میخوایم. بیاین من امرایتون میکنم. نه بیادر تو برو، من خودم میرم. خوش آمدین. بفرمایید داخل بیاین. ما میرم یگان چیز به خوردن میارم. منم میخوایم نوشیدنی بخورم. دیوانه شدی؟ بیا از اون مام نمیخوایم. خیرت باشه. این آقا کی است؟ آقا علی راننده شرکت ماست. خب چرا اینجا آمده؟ باید در موتر خود میبودم تو نیست؟ خب به تنهایی در موتر چی کنه وقته ما اینجا کار میکنیم؟ میتونه باشه و به ما نظر بده. مادر در خانه معلوم نمیشه. مادر ما چی کار داری؟ آقا علی شما برنده موترتان منتظر باشین تا چند دقیقه کار ما خلاص میشه. بیا حالا بیش دوستی‌ها اینجا هستن. کلشون باید یک جا جمع کنیم، مرتب کنیم. باید نظم برقرار شوه، کل جای مرتب شوه. خودت خود میفهمی دیگه. میتونی کارت شروع کنی. یک پرونده به نام آتشکا است. نام سریال تبدیل کردیم. چطور است؟ خوشت میاد یا نه؟ اگه من میبودم نامش ای قسم میماندم. شورش تیاق. خب فکر عالی داری. حالا سرش فکر میکنم. در صفحه 3 دنیا آخر متن اول بچه میگه که آله میتونی برام نوشیدنی بیاری؟ چی شده؟ ایره هرچی میکنم. تو چی میکنی؟ ایره هرچی میکنم نمیشه. تو حتما کدام کاری کردی ها؟ برام بگو چی کردی؟ راستش من سناریو را پاک کردم. پاکش کردی؟ چی کردی؟ یه معذرت میخوایم. کدام دکمه را زدی؟ برام بگو چی کردی ها؟ کار نه فقط ایره زدم. آی بانش واقعا برای تو آفرینی بگویم. یک بار اینجا را بیبی. بان محلش میکنم. آفرینت. تمام سناریوهای مرا در یک دقیقه پاک کردی. آفرین. نه کاری نکردیم فقط. گفتم بانش دست نزن. یک دقیقه چوب باش. گفتم چوب باش. بیبی